امروز داخل این ویدیو با آیتم هایی که داریم میخوایم بیایم یک پوستر رو طراحی بکنیم. پس من حمید آدینه هستم و به دیزاین ویژن خوش اومدید. خب میایم نرم افزار فتوشاپ رو باز میکنیم، از قسمت فایل نیو رو میزنیم چون نیاز داریم یک سند جدیدی رو بسازیم. بعد از اینکه باز کردیم من میام اینجا میرم توی قسمت آرت و ایلاستریشن، پوستر رو انتخاب میکنم و کرییت رو میزنم. بعد از اینکه کرییت رو زدم توی این قسمت من میام اون طرحی که میخوام رو پیاده سازی میکنم. اولین چیزی که نیازه برای طرحمون انتخاب رنگ هستش. من میام اینجا یه سولید کالر بهش میدم. بعد از اینکه سولید کالر بهش دادم یک رنگی رو که از قبل انتخاب کردم و نوشتمش رو میام اینجا واردش میکنم. اینجا میام میزنم 011 516 که بعد از اوکی کردنش میبینیم که یک رنگ تیره‌ای به سمت رنگ سبز رو انتخاب کردیم که بیایم اون طرحمون رو داخلش پیاده سازی بکنیم. بعد از اینکه این کارو کردم من میام ابزار الیپس رو برمیدارم و یک دایره میکشم که میخوام اینجا یک تصویری که میخوام توش قرار بدم رو توی این دایره قرار بگیره. به چه صورت؟ من میام اینجا یک دایره میکشم به این صورت. بعد از اینکه کشیدمش میام وسط قرارش میدم. برای اینکه بهتر ببینیم رنگ قبلی رو خاموش میکنم، یکم این رو بزرگترش میکنم، اوکی رو میزنم. بعد از اینکه اوکی دادم میام رنگ قبلیم رو روشن میکنم. بعد از این کار میرم توی قسمت تصویرم. من میخوام بیام این تصویرم رو داخل طرحم قرار بدم. بعد از اینکه بک‌گراندش رو حذف کردم با کنترل سی میام این رو این قسمت قرارش میدم. با کنترل تی میام تصویرم رو بزرگتر میکنم. آلت رو نگه میدارم و این تصویرم رو بزرگترش میکنم و پایینتر قرارش میدیم. به این شکل یکم. خب بعد از اینکه اومدیم تصویرمون رو قرار دادیم من میام ابزار تکست رو برمیدارم، یک بار کلیک میکنم توی این قسمت میخوام اون متنی رو که میخوام رو بنویسم. توی اینجا من متن فشن رو مینویسم ولی به شما بستگی داره که توی پوسترتون میخواید چه متنهایی رو قرار بدید. که من اینجا میام کپس لاک رو روشن میکنم، میخوام بیام متنم با حروف بزرگ باشه. پس مینویسم فشن و کنترل تی میزنم، اون رو بزرگش میکنم به این صورت و میارم توی این قسمت وسط قرارش میدیم. میتونیم یک هم دیگه بزرگترش بکنیم به این شکل. بعد از اینکه این کارو کردیم برای اینکه متن من خیلی بهتر دیده بشه نیاز داره که یک سایه داشته باشه. برای اینکه بتونیم بیایم اون سایه رو بهش بدیم من میرم داخل تکستم دابل کلیک میکنم لایر استایل برای من باز بشه. توی قسمت لایر استایل میام دراپ شادو رو انتخاب میکنم و بعد از اینکه انتخابش کردم اوکی رو میزنم. باز برای اینکه متن من خیلی بهتر دیده بشه میام متن رو انتخاب میکنم، یکم میبرمش بالاتر به این شکل و یک کپی میام ازش میگیرم. بعد از اینکه کپی رو ازش گرفتم میام رنگش رو با رنگ بک‌گراندم یکی میکنم، ابزار موو رو برمیداریم و میایم یکم این طرح رو حرکتش میدیم تا اون رنگ یکم بهتر دیده بشه. بعد از اینکه این کارو کردیم دو تا متن رو انتخاب میکنم، یکم دیگه این رو بزرگترش میکنیم و برای اینکه متنمون خیلی جلوش بهتر بشه نیاز داره که یک رنگ دیگه داخلش قاطی بشه. اون رنگ قرمز رو ما میتونیم بیایم روی طرحمون قرار بدیم. چی کار میکنیم؟ میام از متن فشنم یه کپی میگیرم، شو رو مینویسم و میام داخل فونت ها فونتش رو تغییر میدم تا حالت یک قلم نویس بشه و میام این رو روی این متنم قرارش میدم و رنگش رو با رنگ این بک‌گراند یکی میکنم، رنگ قرمزه. به این صورت بعد از اینکه اومدیم این کار رو انجام دادیم میتونیم حتی یکم بچرخونیمش تا این جلوش بهتر بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم حالا من میام بک‌گراند تصویرم رو بهتر میکنم. با چه حالتهایی ما میتونیم بیایم این کار رو بکنیم؟ با اضافه کردن خطهای مختلف و متن‌های مختلف به پشت زمینه تصویرم میتونیم بیایم این کار رو انجام بدیم. اولین کاری که میکنیم من میام این متن فشنم رو انتخاب میکنم،
یه کپی میگیرم میام زیر تصویرم قرارش میدم. بعد از اینکه این کارو کردم میرم داخل تنظیماتش، دراپ شادوش رو خاموش میکنم، یه استروک بهش میدم، استروکش رو میارم پایین روی 9. اینا با کنترل تی اون رو میارم اینجا قرارش میدم. به این صورت حالا من میام فیلش رو خاموش میکنم به این صورت که اینجا من دراپ شادوش رو اگه بردارم میبینیم که به این صورت خیلی راحت اومدیم اون متنمون رو ساختیم. حالا برای اینکه یکم بهتر بشه من این متن رو انتخاب میکنم و ازش کپی میگیرم. با کنترل تی میام این رو پایینتر قرارش میدم به این صورت. میایم این پشت قرارش میدیم. حالا همه این متن‌ها رو ما انتخاب میکنیم، تبدیلشون میکنیم به اسمارت آبجکت. چرا این کارو میکنیم؟ زمانی که این کارو کردیم ما میتونیم بیایم بعداً این متن‌ها رو تغییر بدیم ولی جایگاهش رو اون پشت دیگه تغییر نکنه و داشته باشیم که کجا اون طرحمون رو ساختیم. بعد از اینکه این کارو کردم حالا تصویر اصلی من یکم نیاز داره که تغییر بکنه تا جلوه‌اش خیلی بهتر توی تصویر من قرار بگیره. چی کارش میکنم؟ تصویر اصلیم رو انتخاب میکنم، میرم داخل ادجاستمنت ها یه بلک اند وایت بهش میدم. بعد از اینکه این کارو کردم با آلت کنترل جی میام کلیپ ماسکش میکنم که توی طرح بقیه هم تاثیر نذاره و یه لول دیگه بهش میدم، یعنی یک لول بهش میدم و اون رو کنترل جی کلیپ ماسکش میکنم و یکم این حالتش رو بیشتر میکنم به این صورت. برای اینکه باز طرحمون بهتر بشه من میام طرحم رو انتخاب میکنم، یه کپی ازش میگیرم، میام یه سولید کالر بهش میدم. این رو هم میام حالت کنترل جی بهش میدیم و یکم طرحمون رو به این صورت میاریم اینور تا خیلی بهتر اون حالت طرح من نمایش پیدا بکنه. بعد از اینکه این کارو کردم حالا برای اینکه باز بک‌گراندمون رو بهتر بکنیم من میام با استفاده از ابزار ایلیپس چند تا دایره تو هم طراحی میکنم تا بتونیم اون بک‌گراندمون رو بهتر بسازیم. قبل از اینکه اون کارو بکنم اگر به پوسترها دقت کرده باشید همیشه روش یک زمان برگزاری یک مراسم یا ایونتی رو روش قرار دادن که من میام اینجا اون رو هم درست میکنم. مثلا میام همین فشن رو کپی میگیرم مینویسم 29 و دوباره کپی میگیرم زیرش ماهش هم مینویسم و این رو نسبت به این متن کوچیک میکنیم. به این صورت جفتش رو انتخاب میکنیم، میایم این قسمت قرار میدیم به این صورت. حالا ما میتونیم بیایم یکم طرحمون رو بالاتر ببریم یا طرحمون رو یکم تغییر بدیم. قبل از اینکه باز این کارا رو بکنیم من میام این بالا مکان برگزاری اون ایونت یا اون مراسم هم مینویسم. پس دوباره من میام یه متن رو انتخاب میکنم این بالا مینویسم با کنترل تی این رو کوچیکش میکنیم به این صورت. میریم داخل تنظیمات یه استروک بهش میدیم، اوکی رو میزنیم و میایم این قسمت فیلش رو خاموش میکنیم. به این صورت ما اومدیم اون حالت رو براش درست کردیم. حالا من این دایره رو انتخاب میکنم یکم میارمش پایینتر و این متنهای پشت رو هم یکم به این صورت کوچیکترش میکنیم و اپاسیتیش رو میذاریم روی 80 به این شکل. و بعد از اینکه این کارو کردیم من میام ابزار ایلیپس رو برمیدارم و اینجا رنگ سفید رو بهش میدم و قرمز رو ازش برمیدارم. همینطوری چند تا کپی ازش میگیرم تا اون حالت دایرم درست بشه. خب بعد از اینکه این کارو کردیم همش رو انتخاب میکنم تبدیلش میکنم به اسمارت آبجکت. بعد از این کار میام این رو انتخاب میکنم و این قسمت قرارش میدم ولی میبرمش
زیر تصویرم. به این صورت بعد از اینکه اومدیم اینها رو قرار دادیم، حالا من میام 2 تا متنم کنار اضافه میکنم به صورت زیر همی که بتونیم خیلی راحت این طرحمون رو تکمیل بکنیم. پس دوباره من میام این متن رو کپی میکنم، همین فشن رو میام به صورت زیر هم مینویسمش. خب به این صورت ما میتونیم بیایم طرحمون رو بسازیم. حالا برای اینکه یکم طرحمون بهتر بشه ما میتونیم بیایم خیلی کارهای دیگه بکنیم. مثلا متنمون رو یکم بیاریمش بالاتر. بذارید من متن رو انتخاب بکنم، کنترل تی بزنم یکم. به این صورت خود عکسمون رو هم انتخاب بکنیم و یکم کوچیک‌ترش بکنیم به این شکل و ایلیپس های به این صورت و این ایلیپس ها رو هم یکم اینطوری کوچیک‌تر بکنیم. خب به این صورت ما میتونیم بیایم تغییرهای مختلفی رو با آیتم هایی که داریم بیایم روی تصویرمون اعمال بکنیم. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. حتما این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. اگر هنوز ما رو سابسکرایب ندارید دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون دکمه لایک رو حتما بزنید. اگر نظری و پیشنهادی داشتید حتما برامون کامنت کنید و حتما جواب میدیم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.